من گریز چمپو امبید از فیلیپین هستم، از شهر داگو و از منطقه تاگوم و در همانجا به دنیا آمدم. من 39 سال هستم. 1 سال میشه که مسلمان شدم. من به خاطر اسلام آوردم چون وضعیت زندگی من بسیار وخیم بود، خراب بود و میخواستم خلاها را پر کنم و مستقیم قدم بردارم. الحمدلله حالا راهم صاف شده و انشاءالله دانش بیشتر را نسبت به الله کسب میکنم. وقتی که عیسوی بودم زندگی من کامل نبود، اما ما نیز امی قسم یک خدایی را داشتیم که او را عبادت میکردیم، ولی زندگی دوران عیسویت ما بسیار خوب پیش نمیرفت و من نمیتونستم هر جای که بخوایم او را عبادت کنم. اما از زمانی که اسلام آوردم زندگی من بسیار با معنا شده است. با آنکه 1 سال میشه در منجلاب قرار گرفته، من مشکلات زیادی را در 1 سال متحمل شدم. مشکلات از هر جای بروز میکنم، مشکلات کاری من، مشکلات خانوادگی، به خصوص مشکلات اقتصادی، به خاطر که ما در اینجا به خاطر کار هستیم. اما الحمدلله مرحله به مرحله مشکل وجود داره و حل میشه، باز مشکل ایجاد میشه و باز حل میشه و باز هم مشکل دیگه میایه. مشکلات ادامه داره، اما همیشه اگر به درگاه الله دعا کنید مشکلات شما حل میشه و قلب شما پاک میشه. بزرگترین دوستم خانواده من است، به خاطر که خانواده من یاد نداده به اسلام روی بیارم. کل قصه عمی بود. مادرم حالا مرا کم کم قبول میکنه، فقط خانواده همراهیم است. اسلام یک دین خوب است. اگر از خانواده خود میترسید به خانواده خود توضیح بدهید. فقط یک کلمه را توضیح بدهید، کلمه احترام. فقط نام الله را در قلبتان جایگزین کنید و همیشه راه خوبی پیش رویتان میآید.